وزیر کارهای خارجه قرقیزستان تخمین کرده است که یک راه حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان دستکشی مشترک هر دو کشور از قلمروهای دعوایی بوده میتواند. رسلان قزاقبویف دیپلمات کلان حکومت قرقیزستان این فرضیه را در یک مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نووستی بیان کرده است. جانب تاجیکستان هنوز به این نظرها واکنش نکرده است. همکارم خرامان بقازاده حالا در استودیو با ما هستند و خرامان لطفا نخست صحبت‌های وزیر قرقیزستان را بیشتر شرح دهید. مصاحبه اختصاصی رسلان قزاقبویف وزیر کارهای خارجی قرقیزستان با خبرگزاری دولتی روسی روز 24 اوگوست نشر شد. رسلان قزاقبویف گفته است که با وجود تلاش‌ها برای انجام جریان علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کردن درباره ختم نهایی این نزاع بر وقت است و گفته او یکی از راه حل‌ها میتواند قرار مشترک با تاجیکستان درباره از قلمروهای بحثی مشترکاً دست کشیدن هر دو طرف و جستجوی معامله‌های نو شده میتواند. آیا با این گفتگوها جانب تاجیکستان واکنش کرد است خرامان؟ هنوز نه عبدالله. ما پیش از همین برنامه با وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مراجعت کردیم. هنوز نظری آنها در دست نیست. جانب تاجیکستان همیشه گفته است که در بحث مرزی شتاب نباید کرد و اعضای کمیسیون بین دولتی کار را پیش میبرد، ولی با نظر داشته موقع تا حال برای مطبوعات معلومی مقامات تاجیکستان می شود حد زد که پیشنهاد وزیر کارهای خارجی قرقیزستان احتمالاً رد می شود. طور 10 ساله‌های اخیر نشان داد بحث و دعواهای مرزی، یعنی گفتن این که این آبنبار از من است و آن چراگاه از شما و بیایید با این وضعیت راضی شوید، به یکی از حساس‌ترین مسائل از نظر منفعت‌های ملی و احساسات وطن دوستی مردم در هر دو طرف مرز تبدیل شده است. از سوی دیگر نزاع مرگبار مرزی در روزهای 28 و 30 اپریل امسال هم نشان داد که تا چه اندازه دعوای سر یک قطعه مرزی میتواند به آسانی دستخوش بازی‌های سیاستمداران پاپولیست و در نتیجه فاجعه‌های انسانی شود. خرامان طور میبینیم اظهار نظر جانب قرقیزستان در شرایط صدا میدهد که توجه تاجیکستان، کشورهای منطقه آسیای مرکزی و اصلا اکثر قلمروهای غرب اروپا به سوی افغانستان است. حالا تا کجا سرعت بخشیدن مسئله حل دعواهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در این شرایط کارساز است؟ یکی از سوال‌های واقعاً هم مهم است در همین شب و روز و طور جلسه دیروزه اضطراری شورای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تاجیکستان و قرقیزستان هم عضو آن هستند نشان داد نگرانی از آینده حکومتی که به نظر آنها باید فراگیر و عبارت از نمایندگان همه قوم و گروه ها باشد، برای حکومت های منطقه یک مسئله رقمی اول می باشد، یعنی پریوریتیت یا مسائل اولویتناک در مرحله کنونی سیاسی منطقه عظیم‌تر است، چون وضع مرز تاجیکستان و عموما کشورهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پیشگویی نشونده می شود. در چنین شرایط شاید برخی بگویند که باید مشکلات دیگری بین کشورها یکسو گذاشته شود و کشورهای آسیای مرکزی در پیشروی تهدید و چالش‌های نو همکاری و مشارکت بیشتر نمایش دهند، چون خطر این تهدید و چالش‌ها هم به همه کشورهای منطقه برابر تاثیرگذار می باشد. تشکر خرامان بقازاده همکارم بود با شرح اظهار نظری وزیر خارجه قرقیزستان درباره راه حل‌های احتمالی مشکل مرز با تاجیکستان.